استانبولی یا دمی گوجه از خوراک‌های محبوب ایرانیاست که ریشه آن به کشور ترکیه باز می‌گردد. کاری که من کردم، اول پیاز داغ کردم، بعد سیب زمینی‌هایی که نگینی کرده بودم ریختم، با پیاز داغ حسابی تفتش دادم. زردچوبه و گوجه و نگینیم هم اضافه کردم. از فلفل و نمک هم غافل نشید. من کمی پاپریکای قرمز برای رنگ بهتر و همچنین رب گوجه فرنگی هم اضافه کردم. برنجی هم که از قبل خیس کرده بودم با کمی آب اضافه کردم تا بره دم بکشه. در زمان قاجار فردی به نام مشیرالدوله سفیر ایران در استانبول بود. این شخص که سالهای زیادی در ترکیه زندگی می‌کرده، بعد از بازگشتش به ایران مهمونی بزرگی برای پادشاه قاجار و درباریان تدارک می‌کرد. میون اون همه غذای رنگارنگ یه غذای جدیدی وجود داشت که اسمش رو کسی نمی‌دونستش. بعد از خوردن شاه قاجار از این غذا، نامش را از مشیرالدوله سفیر ترکیه پرسید و او گفتش استانبولی نام دارد. بعد از اون تاریخ محبوب ترین غذا بین ایرانی‌ها استانبولی پلو شناخته شد. من همین غذای خوشمزه رو درست کردم و جای همگی خالی.